الان به روی ماهتون دوستان گلم بریم تا با هم یکی از خوش عطرترین کیک ها رو درست کنیم. اول تخم مرغ رو به همراه شکر و وانیل خوب هم میزنیم تا حجم بگیره. بهتره برای درست کردن کیک ها از شکر دونه ریز استفاده کنید. تخم مرغ هایی که به اطراف پاشیده رو وسط بیارید تا خوب هم بخوره و کیکتون بوی زهم تخم مرغ نگیره. بعد از اینکه مواد حجم گرفت آب نارنگی و روغن مایه رو اضافه می کنیم و در حد 1 دست شدن هم می زنیم. نیازی به هم زدن زیاد نیست. رنده شده پوست نارنگی هم اضافه می کنیم. آرد و بیکینگ پودر رو طی چند مرحله الک می کنیم و به مواد اضافه می کنیم و هم می زنیم تا 1 دست بشه. فر رو از قبل با دمای 180 درجه به مدت 1 ربع حتما روشن کنید. مواد رو داخل قالبی که از قبل چرب کردیم میریزیم و به مدت 40 دقیقه داخل فر میذاریم. بعد از 40 دقیقه کیک خوش عطر ما آماده است. ممنونم که همراه هم بودید.